برای اثبات وجود الله متعال یک دلیل بگوید. برگ توت. خب یعنی چی؟ چیز غیر قابل فهم نیست. شما ببینین زمانی که از همین برگ که گوسفند استفاده میکنه شیر و پشم تولید میکنه، زمانی که زنبور استفاده میکنه عسل تولید میکنه و زمانی که کرم استفاده میکنه ابریشم تولید میکنه. شما ببینین یک برگ با یک طعم، با یک بوی، با یک مزه، اما تولیدات مختلفه. این کاری نیست فقط کاری الله متعال. خب حالا یک معجزه بگوید. مثلا شما ببینین این لباس شخصی بوده که لباس را تنظیم کرده به خاطر پوشیدن. این چوکی شخصی بوده که چوکی را تنظیم کرده، جور کرده به خاطر اینکه یک فرد بتونه نشسته بالا از. مثلا موبایل میبینین، کامپیوتر میبینین، چیزهای بیشتری که در این دنیا ما شما استفاده میکنیم، همه اینها اشخاصی بودن که اینها را جور کردن. و آسمان و زمین به این بزرگی، کائنات، مهتاب، آفتاب، بدون شک الله وجود داره که اینها را به این نظم جور کرده و به این نظم اینها را ساخته که هیچ مشکلی در میانشان نیست. شما به طرف آسمان نگاه بکنید، هیچ عیبی به آسمان نمیبینید. آیا شما این فکر میکنید که این آسمان به این بزرگی خالقی نداشته؟ بدون شک که الله وجود داشته و الله این هست که این کائنات را به این بزرگی ساخته. این پر از معجزه هست. و همچنان خود انسان که در بدن خود فکر بکنه، با تمام اعضای وجودش که فکر بکنه، پی میبره که الله وجود داشته که این وجود انسان را به این نظم، به این ترتیب ساخته و جور کرده.